سلام، خوش اومدیم به یه دونه ویدیو دیگه. امروز شنبه است 10 اردیبهشت، تقریبا 12 هفته مونده تا مسابقه و هنوز برنامه دریافت نکردم، پس با همون رژیم و برنامه خودم دارم پیش میرم. صبح آنالیز کوچیک روی بدنم انجام دادم، نقاط ضعفمو تقریبا پیدا کردم، دارم سعی میکنم تو برنامه‌ای که نوشتم نقاط ضعفمو بهبود بدم. صبح کارهای دفتر رو یکم انجام دادم، بعد رفتم سراغ کارهای بعضی از شاگردان بهم پی ام داده بودن، کارهای اونا رو اوکی کردیم. الان داریم میریم سمت باشگاه. همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتم الان توی حجمم کاملا تمیزه، میزان قند مصرفیمون پایینه، چربی که داریم می‌خوریم سعی شده کنترل شده باشه، میزان کربوهیدراتمون فقط بالا رفته، آب اونم که آزاده دیگه چی بگم براتون بگم که تقریبا از صبح بخوایم بشکنیم یه شیک پروتئین داشتم با 3 تا رایس کیک، عسل و کره بادام زمینی، وعده بعدی 6 تا تخم مرغ کامل با 2 عدد نون پروتئین، وعده سوم یک واحد میوه بود، وعده چهارم رفتیم سراغ ناهار 150 گرم فیله با 12 قاشق، وعده پنجم هم همینطور، وعده ششم رفتیم سراغ یه دونه شیک پروتئین با 1 قاشق کره بادام زمینی. الان داریم میریم سر تمرین، بعدش هم بعد تمرینمون رو داریم که تقریبا 3 یا 4 تا. بریم دم باشگاه با هم دیگه بقیه صحبت ها رو انجام میدیم. خب ما رسیدیم دم باشگاه، پری ورکاوت رو بزنیم. تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم توی پری ورکاوت آمینو، پمپ و کراتین. برنامه امروزمون برنامه روز سینه است و جلو بازو، یکی از روزهای مورد علاقه خودمه، یعنی اصلا حریف می‌طلبم توی این روز، چون واقعا خیلی حال میده، روز وحشتناک خوبیه و کلا منو سرحال میکنه. حرکاتی که طبق همیشه براتون ویدیوهاشو میذارم. یه توضیح راجع به جمعه بدم. جمعه رسته‌مون بود، روز استراحت بود، کار خاصی نکردیم. صبح دیر پا شدم، یکم استراحت کردم، یعنی بیشتر خوابیدم. بیدار که شدم کار دوستا از شاگردامو انجام دادم، بعدش بعدای غذاییمو تنظیم کردم، اونا رو خوردم و بعد عصر رفتم با یکی از رفیقام بیرون و یه چای خوردیم و یه دوری زدیم و برگشتم خونه. بریم که تمرین امروز رو داشته باشیم و بهتر کنیم امروزم. خب اومدیم توی باشگاه، با یه هوازی کوچیک شروع می‌کنیم در حد 5 دقیقه 6 دقیقه فقط، مثلا یه جریان خونی داشته باشیم، ضربان رو یکم بره بالا. میریم سراغ گرم کردن روتیتور و بعدش هم میریم سراغ تمرینات سینه و جلو بازو. تمرکز اصلی امروز رو حرکات سینه است. حرکات جلو بازومون متعادل، نمیگم کمه، ولی نسبت به اینکه یه عضله که باید تمرین داده بشه زیاد تخصصی کار نمی‌کنه. بریم که یکم دوچرخه بزنیم و بریم سراغ تمرین. خب بریم برای گرم کردن روتیتورمون با دمبل و حرکات کششی دست، بعدش بریم سراغ حرکات سینه. خب حرکت اولمون رو بریم با پرسینه دستگاه شروع کنیم. 5 ست داریم، هر ست رو توضیح میدم چطور قراره بزنیم. ست اول یه وزنه متوسط رو به سباک، برای مثال 40 کیلو. در تکرارش هم میتونه تکرار بالا میزنیم که یکم هم پمپ بده بهمون، هم گرم بکنیم عضله رو. بریم که بزنیم.
خب ست دوم میرم روی وزن متوسط برای مثلا 50 کیلو الان گذاشتم. تکرارمون بین 12 تا 15 تا میخوایم باشه. بریم که بزنیم. ست سوم میریم روی وزنه متوسط رو به سنگین. من الان میذارم رو 60 مثلا. الان 60 به نظرم ایدئال بشه. دراپشو میریم روی حرکت سبک تعداد بالا میزنیم. خب ست چهارممونو میریم با 70 کیلو میزنیم. ناتوانی دراپش دوباره وزنه سبک. ست قبلی 40 کیلو بود، حالا میمونش رو 45 کیلو، یک کم سنگین ترش کردیم. بریم که بزنیم. خب ست پنجم دراست ستایی خیلی سنگینه. این روی 80 کیلو، 60 کیلو و 40 کیلو. بریم که بزنیم. هر ستاش هم ناتوانی باید بزنیم.
سخت بود واقعا، خیلی سنگین بود، حال داد. بریم به حرکت بعدی. برای حرکت بعدی میریم سراغ بالا سینه دمبل. یه سوپر ستیه، دستمون حالت عادی میگیریم میزنیم، همونو سوپر میکنیم، دست موازی میزنیم، دمبل ثابته توی این سوپر ست. اگه بتونیم سنگینش میکنیم، ولی نمیخوایم حرکت اشتباه بزنیم. بریم که بزنیم. ست بعدی هم همین وزن رو میزنیم، چون هم فشارش خوب بود، هم وزن بالاتر از 30 میره رو 35 درصد فرم حرکت به هم میریزه. برای همین با همین 30 میزنیم. دو ست بعدی هم با همین وزن میزنیم، فشارش خیلی خوبه. برم بالا، مطمئنم فرم حرکت خراب میشه. همینو میزنیم. حرکت بعدی میریم سراغ زیر سینه با میز شیبدار و دمبل. بریم که بزنیم. سه ست بعدی رو میریم سراغ 35 کیلو. 30 کیلو خیلی سبک، ولی از 35 بالاتر میبریم، چون به نظر این حرکت یکی از حرکتایی که آدم زیرش مصدوم میشه. با همون 35 خودمون رو به ناتوانی میرسونیم. بریم که پیدا کنیم به اون 35 رو بده فقط. خب برای حرکت بعدی سراغ پرستینه آلته 3 ست. سعی کنیم با همین وزن بزنیم، چون 80 کیلو نظرم وزن متوسط خوبیه. خواهیم ناتوانی بزنیم. سوپرش هم سینه قفسه با صفحه داریم. بریم که بزنیم ببینیم چطوریه. فشارش خیلی خوب بود،
همین وزنه نگه میدنیم، با همین تعداد تکرار میزنیم 3 ست. چون سنگین تر بکنم هم فشار الکیه، همین که تکرارش میاد پایین تر، مثلا رو 4 تا 5 تا میشه. میریم با همین وزن 80 کیلو میزنیم. ست آخر رو میریم روی 100 کیلو. یه دلم خواست یه ست سنگین هم بزنم، ولی بریم یکی بیارم کمک، یه درصد که نکشید بدنم کمک بده. حرکت بعدی میریم سراغ زیر سینه سیمکش. 3 ست میزنیم، هر 3 ست ناتوانی. بریم که بزنیم. در حرکت آخر بریم سراغ بالا سینه سیمکش. سوپرش هم فلای رو میز بالا سینه میزنیم، رو شیب بالا سینه. بریم بزنیم و بریم سراغ جلو بازو. خب میریم به حرکات جلو بازومون. جلو بازو دمبل میزنیم 4 ست. یه دستمون ثابت بالاه، بعد عوض میکنیم. خب وزن سنگین میکنیم، میریم بر ست دوم. ست آخر رو با 20 کیلو میزنیم. حرکت بعدی جلو بازو میریم سراغ داری و سوپرش هم چکشی تناب میزنیم. ست بعدی و جوب حرکت های سوپر رو دراپ ست میزنیم که فشارش خیلی بیشتر باشه. خودم واقعا عاشقش میشم وقتی دراپ ستش میکنیم. بریم که بزنیم.
سراغ حرکت آخره، جلو بازو، و بعدش هم میریم ساعت میزنیم. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.